بینندگان خوب تلویزیون عصر امروز، من و سمیرا در خدمت شما بینندگان خوب عزیز هستیم. ما برنامه هامون از روز دوشنبه به چهارشنبه ها منتقل شده و تایم ما عوض شده و شده 5 تا 6 روزای چهارشنبه در خدمت شما عزیزان، در منزل شما عزیزان خواهیم بود هر هفته. سمیرا جان سلام، حالتون چطوره؟ ما از دوشنبه برنامه‌مون رو کردیم چهارشنبه، خیلی بهتره و راحت تر میتونیم ردی شیم و امروز همه چی براتون آیتم نامبر درست شده، چیزای خیلی قشنگی آوردیم، رنگ و رنگ ردی برای تابستون. از انگشتر شروع میکنیم به گوشواره و دستبند، چیزای خیلی قشنگ و فشنی من امروز آوردم و دوشنبه دارم براتون تنگ شده بود، حالا از این به بعد دیگه چهارشنبه ها میاد. آره واقعا. آره سمیرا جون سرش خیلی شلوغه، به هر تقدیر هم باید مادر خوبی باشه، هم زن خوبی باید باشه، هم یک سلز وومن خیلی خوبی باید باشه، درسته؟ Thank you. به همین دلیل دوشنبه خیلی راش بودن، همیشه در عجله و بدو بودش، ولی دیگه چهارشنبه که گذاشتیم وقت بیشتری داره که بتونه به آیتم این زیورآلات بپردازه و این زیورآلات رو به راحتی بتونه بیاره به استودیو تلویزیون عصر امروز و خدمت شما عزیزان در منزل نشون بدیم. خب سمیرا جون شروع کن از انگشتری که می‌خواستی شروع کنیم. شروع میکنیم با انگشتر آیتم 1 $15. ما خیلی قیمتامون خوبه، فقط قیمت ها میمونه ولی جنسا داره بهتر میشه. بله بس انگشترها همه انگشترها $15 درسته؟ بله. ببینین انگشتر خیلی قشنگه، شما حتی میتونین برای عروسی به یکی کادو بدین یا برای مثل حلقه نامزدی بپوشین. ببین 4 رجه، 1 2 3 بیشتر، 1 2 3 4 رجه بزرگه. بله حلقه های پنی هم داره، درسته؟ حلقه پنی داره، خیلی خیلی قشنگه. بله. به هر انگشتی میتونین بپوشین، خیلی پهنه، خیلی شیکه. بله. و مثل اصل میمونه. یعنی شما میتونیم از این انگشتر عروسی بپوشین. واقعا همینه. وقتی شب تو مهمونی آدم بزه کی چه میدونه که این اصله یا بدله، درسته؟ بله. منظور اون نگینای شفافی که داره، نگیناش چی هست؟ سیزی، ستون. آره دیگه کاستوم جولریه دیگه. کاستوم جولریه دیگه، بله سیزی. آخه روی انگشترهای اصلا سیزی میذارن. آره بله، الان یه لاین خیلی از دیزاینرهای معروف دارن درست میکنن سیلور با سیزی. سیلور خیلی داره گرون میشه. بله. و خیلی دارن الان از براس استفاده میکنن، حتی سیلور با دایمند هم خیلی ها میفروشن. خب همین میخوام بگم که الان سیزی، سنگ و سیزی رو نه فقط روی جواهرات اصل میشه دید، روی جواهرات به حالت کاستوم جولری هم که جواهرات بدل هست اونم میتونین کاملا مشاهده کنین و بیشتر کاستوم جولری کریستالن. اوکی. anyway ما در تلویزیون در استودیو تلویزیون عصر امروز هستیم. شماره تلفن استودیو هست 818 451 0000 و انگشترها همه قیمت فقط $15. این آیتم 1. این آیتم شماره 1. خواهش میکنم سمیرا جان توجه بکنم بینندگان به آیتما که وقتی ما اعلان میکنیم آیتم شماره 1 دیگه، چون همه رو سمیرا جان زحمت کشیده همه آیتما رو روی انگشتر رو گذاشته، آیتم نامبرا رو، بنابراین بگین مثلا شماره 1 ما دقیقاً همون شماره 1 رو برای شما خواهیم فرستاد. بعد این انگشتر خیلی استایلش قشنگه و همه رنگ داره، شما 4 تاشو بخرین دیگه تمام هفته با همه لباساتون چیزه جور در میاد، مچ میشه. این رنگ سبزشه، خیلی قشنگه، 3 رنگ سبزم داره. دستتون بردارین انگشت بزنین، آره زیباتر نشون داده بشه. رنگا سبز کمرنگ و پررنگ و یه ردیف هم رنگ کریستاله که باهاش قاطی شده، بسیار زیباست، خیلی قشنگه. اینو با همه رنگ لباس هم میشه پوشید، درسته؟ بله. با رنگ سبز کمرنگ، سبز پررنگ، سبز صدری. خیلی قشنگم رنگش، رنگ رو گذاشتن. بله. این یه زمانی اصل این خیلی متداول بود و دیزاینش هم توسط یک خانم ایرانی بود سمیرا جان، درسته؟ بله. تا اونجایی که من میدونم از ایران آمده بود.
این خیلی قشنگه، بسیار زیباست، بسیار زیباست. در 3 رنگه، درسته؟ 4 رنگه. 4 رنگه. این سفید آیتم 1، آیتم 2 سبزه، آیتم 3 بنفشه. آیتم 3 بنفشه. خیلی قشنگه. کیمیا جان این انگشتر خریده تو اتاق فرمان، میگه این انگشتر مال منه. ولی خب کیمیا جان باز میتونیم اوردر بدیم برای بینندگان اگر خواستن در خدمتشون بذاریم. واقعا اصلا شما اینو کادو بدین. beautiful. خیلی قشنگه. جعبه‌های قشنگم دارم، با جعبه‌های قشنگ براتون میفرستم. خب ببین آخه واقعا $15 آخه چیه؟ ها؟ بله. $15 چیه انگشتر به این مثل قشنگی تو 3D دستتون باشه؟ 3 رجم و از 4 رجه. 4 با یعنی بنفش از بنفشه کم رنگ و آره میره تا پر رنگ. خیلی شیکه. ما سمیرا جون ما زبان فارسی زیاد خوب نیست، چون از بچگی که خارج از ایران بوده، بنابراین ما داریم سعی میکنیم که راش بندازیم که همه رو به فارسی صحبت بکنه. خب بعدیش کدومه؟ آیتم 4. راستش این فیوریت کالر منه. من همیشه این رنگ مثل فیروزه طوری همیشه میپوشم. خب این رنگ آبیه دیگه، آبیه بله. کم رنگ و پر رنگ و با کریستال. چنده این؟ نه این آیتم چند بود؟ 4. آیتم شماره 4. کیمیا جان اینی شما نمیخوایم بخری؟ بس بنفشه چی؟ این آلارم رو خاموش میکنی. خب شما گوش ندین. خب این بسیار زیباست، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، رنگاش بسیار زیباست. این رنگای تابستونی بیشتر، درسته؟ بله. آبی که درونش به کار برده شده خیلی زیباست، خیلی قشنگه. بنابراین آیتم شماره 4. 1 2 شما همش هم بخرین $15 چیه؟ $15 دیگه همه رنگا رو داریم. $60 تمام رنگا رو داریم، با هر لباسی میتونین واقعا بپوشین. تلفنم اونجاست. ملاحظه بکنین ببینید چقدر قشنگه، چقدر زیباست. ببینین خیلی قشنگه. اوکی. خب این 1 و 2 و 3 و 4 آیتم های 4. حالا میپرزیم به آیتم شماره 5. دستت کن. این خیلی و 2 تا از اینا دستبندش هم داره، یادتون باشه دستبندش هم بهتون نشون میدم. خب یعنی سته. بله سته. اینم آیتم 5. آهان توضیح بده در مورد. یه استایل حلقه 3 تا حلقه است رو هم دیگه. بله دستون بردارین. آها بله اینطور. بله ببینید چقدر قشنگه، یه استایل قشنگ عین زنجیری که تو هم رفته باشه و تمام انگشت شما رو کاور میکنه. فقط $15. خیلی شیکه، خیلی شیکه. فقط $15. شماره تلفن 818 451 0000. خب میپرزیم با آیتم شماره 6. این خیلی ظریفه. این از ظریفه، رنگ یه خورده چیز اصل میزنه، مثل انگشتر اصل میمونه. این بله رنگش شیکه، قشنگه، همه رنگا توش زرد و قرمز و آبی و بنفش. بله ملاحظه بکنیم ببین این حلقه است. درسته حلقه بله. رنگی خیلی شیکه. میگم سمیرا جون ممکن امروز فردا اصلا حلقه هم دیگه رنگی بشه. از اون حالت در بیاد، مثلا میشه زمرد. هفته دیگه هم میدونم شای عروسیه که دوست داشتم برم ولی این دفعه نمیرم، ولی شای عروسیه توی هیلتون ایرواین. هفته آینده است. تاریخ یعنی شنبه آینده است. فکر کنم یک شنبه است. یک شنبه میشه هفته آینده، یک شنبهش میشه 3 جولای. نه این هفته است. 26 جون سمیرا خانم ما. من نمیرم. شما نمیری؟ نمیرم. خب بس دیگه برای چی تبلیغشو بکنی؟ من گفتم حتما میری، خواستم تبلیغشو بکنم. ولی مثلا حتی برای یه چیزای عروسی هم قشنگه. نه من نمیرم، دوست داشتم. ولی هر جا که شو داری بگو که تبلیغشو بکنیم. من شو 5 شنبه دیگه
پنجشنبه دیگه میشه 3 جون. آها. آدرسش هم میدم. قبل از ساعت 10 هم مجانیه. خب فشن شو با مدلا، منم با مدلا جولری منم میپوشن راه میرن. هیچی برای فروش نیست، برای خودم هستم، فقط برای تماشا کردن و لذت بردن. بله، همون برنامه رد کارپت و ایناست و مجانی. قبل از ساعت 10 اگه دوست داشتین بیاین، شما حتما بیاین. خوب. نوشته لافاندا آف ویلشر تو ویلشر 2501 ویلشر بولیوارد، لس آنجلس، کالیفرنیا 90057. از ساعت 9 تا 11:30 صبح. شب. مهمانی شبه. بس همه میتونن بیان دیگه. 2501 ویلشر بولیوارد. پنجشنبه شب هفته آینده. شب 3 جون قبل از 10 هم مجانیه. اوکی، قبل از 10. بسیار عالی. خب حالا اینو به آیتم بعدی، اونم شبیه همینه ولی کریستالشه، درسته؟ بله، این دیگه دقیقاً این حلقه است. بله. این دقیقاً این حلقه است. ملاحظه مثل بکنین. انتیک توریه، خیلی شیکه. اینو من خیلی دوست دارم. بله خیلی قشنگه. استایل اینو دوست دارم. این آیتم چنده؟ 6. آیتم شماره 6. 7. 7. آیتم شماره 7 به صورت حلقه است. کریستاله. ببینید چقدر زیباست. خیلی قشنگه. قیمت فقط $15. 818 451 0000. خب اینم قشنگه. اینم از این طاووسه، نه؟ آره، طاووس همه دوست داره. من این طاووس تا حالا نیاوردم. این طاووس با اونی که طاووسا فرق میکرد. بذاری من تا حالا این دوست عزیزی که در اورنج کنتی هست بهشون زنگ زدم، گفتم شما ملاحظه بکنید چون میخوام ببینن. این انگشتری طاووس با اون گردنبند طاووستون میتونه مچ خوبی برای شما باشه. اگر میخواین میتونین تلفن بزنین، اوردرشو بدین و برای شما بفرستیم. خب این طاووس خیلی هم قشنگه، درسته؟ بله، طاووس خیلی قشنگه. طلاییه و دو تا پر داره با اشک و شما مثل برجسته است سرش، خیلی شیکه. بله، تمام رنگا درونش هست. ملاحظه بکنید ببینید تمام رنگا رو ببینید چقدر زیباست. خیلی قشنگه. خیلی قشنگه. البته الان گوشوارش هم هست، گردنبندش هم هست که میتونید ست بکنین، حتی دستبندش هم هست. این انگشتر رو ما میذاریم کنار چون میدونم هم گوشوارش هست هم دستبندش میتونه ست کاملی باشه. اگر دلتون خواست ستشو بگیرید. فقط $15. درسته؟ همه طاووس رو دوست دارن. هر دفعه آوردین تموم شد. طاووس اصلا قشنگه. قشنگه. رنگارنگ، هپیه. بله، بسیار زیبا، بسیار زیبا. اوکی. خب آیتم بعدی شماره چند بود؟ 8. نه 9. آیتم بعدی شماره 9. بله، اینم کیوته، اینم قشنگ. آخه بعضی از خانوما هم انگشتر بزرگ دوست ندارن. سمیرا جان، من خودم بزرگ دوست دارم. منم بزرگ دوست دارم. ولی خیلیا انگشترای متوسط دوست دارن، نه کوچیک نه بزرگ. این واقعا باب سلیقه دوستان عزیزیه که دنبال انگشترای خیلی ساده و قشنگ هستن و چه رنگای قشنگی روشه. قشنگه، بله. نه سمیرا جان، همه رنگا توشه و یه نوع چیزی داره، برجستگی داره به طرف بالا. بله. مخروط ماننده. بله. من یادمه تو ایران این انگشترها خیلی مد بود. تو انگشت بله. کوچیک می‌کردیم. بله. من خودم یه دونه از اینا رو داشتم ولی رنگ البته طلا بود مال من و خیلی قشنگ بود. بسیار زیبا. آیتم شماره 9 بود، درسته؟ بله. اوکی. خب اینو بدیم بذاریم اینجا، فقط $15. آیتم بعدی این خیلی قشنگه. این آیتم 10. شما اینو یادتون باشه چون دستبندش هم دارم، خیلی با هم دیگه شیک میشه. خب شما کیمیا جان اینو بندازین روی انگشتر چون بله این خیلی زیباست. ببینید این دستبندش هم داره. این خیلی ظریف و بسیار چیز الگانت و قشنگه. مشکی با لباس مشکی برای شب. البته با همه رنگ میتونیم مچ بکنی ولی من خودم اگر باشم شخصا اینو فقط با بلک دستم میکنم. بسیار قشنگه، بسیار به صورت گرده. تلویزیون عصر امروز بفرمایید. سلام خانم، خسته نباشین. متشکرم. سمیرا خانم صحبت کنم. سلام، حالت چطوره؟ خوب هستی؟ سلام سمیرا خانم. سلام، خوب هستین؟ شما شکلتون. ببین من اون گرد
مرسی عزیزم، شما خوبی؟ مرسی شما خوب هستین؟ عزیز جان شما اوردر میخواستیم بدین الان؟ نه من دارم پشت خط باشو صحبت میکنم. نه شما رو خط رو ایر هستین. ببخشید اون انگشتر طاووس رو که نشون دادین. بله اونو میخواین؟ شما تلویزیونتون رو یکم صداشون رو کم کنین لطفا. بله خیلی ممنون. چش. اوکی. شما بس انگشتر طاووس رو میخواین؟ بله انگشتر طاووس. گردنبندم که میخواستین؟ گردنبندشو گفتم. هم انگشترشو. اینو برای شما گوشم کنار. دستبندم میخوای؟ دستبندش هم میخواین؟ دستبندش هم که محبت کردین به من گفتین. بله همون دستبندش شکل همین انگشتر. اجازه بده همونجا که الان رو ایر هستین ببینید، نگاه کنید این دستبندشه، ملاحظه بکنید ببینید چقدر زیباست. این دستبند طاووسه. چون این وسط انگشتراش اینم که مثل همیشه این قدیمی است که 29 دلاره. کیمیا جان لطف کنین اینو فوکوس کنین روی دست. این الان خیلی دوره من نمی‌دونم. الان نشون میدن. کیمیا جان لطف کنین اینو نشون بدین یکم. و به بقیه میاد طلاییشه. ملاحظه بکنین ببینید چقدر قشنگه. اینو میخواین شما؟ بله عزیزم همون دستبند. دستتونم درد نکنه. متشکرم از شما سمیرا خانوم. خواهش میکنم. و شما این دستبند رو خواستین، گردنبند و انگشتر رو. دستبند 29 دلاره، اونم 15 دلاره. بله اوکی عزیز جان بسیار عالی. ما اینو گوشیم برای شما کنار، بعد بهتون تلفن میزنم. خواهش میکنم. مرسی. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا حافظ. قربونتون بشم. منم فرح بودم که دوباره زنگ دادم. متشکرم. مرسی. خدا نگهدار. بسیار عالی. خب اینو یه بار دیگه نشون بدین ببینین، ملاحظه بکنین ببینین چقدر قشنگه. آخه 29 دلار چیه واقعا؟ سمیرا جان. بله نه پیکاک خیلی قشنگه. خیلی زیباست. اینو شما میتونین این آخه وسط انگشتر رو بود. آیتم نامبر همینه 37 آیتم نامبر 37 تو دستبندا. بله این طلاییش بود. اون طلاییشه و یه دونه سیلور هم نشون بدین. بنابراین بینندگان عزیز دو تا دستبند هست طاووس، یکی رنگ طلاییه یکی رنگ سیلوره. ملاحظه بکنین ببینین چقدر قشنگه. هر دو آیتم نامبرش 27 ولی یکی سیلوره یکی رنگ طلاییه. بسیار زیباست. ملاحظه بکنید ببینید چقدر قشنگه. این طلاییه و این رنگ سیلوره. اگر خواستین میتونید زنگ بزنین. قیمت فقط 29 دلار. انگشترش هم هست، گوشوارش هم هست، دستبندش هم، گردنبندش هم هست. اوکی بسیار عالی. پس خب این گردبند اینو طاووس گردبندش دو نوع گردبنده، یکی اینه یه خود قاطی شد همه چی. آیتم شماره چنده؟ 24 پندنت پی ای 24 بذارم اینجا. یکی اینه. بله جفتو بذارین. این آیتم یکی هم 22 پی ای 22. اوکی ملاحظه بکنیم ببینین گردنبندو. این 22 این دستبنده درسته؟ اینا 15 دلار. یکی میذارم این اولیه 24. بله آیتم 24 این طاووسه. دیزایناش فرق میکنه، جفت طاووسه ولی با دیزاینای مختلفه. اینی که شما دارین ملاحظه میکنین 24. اون یکی رو بذار لطفاً. اینم 22. اینم 22. اونم طاووسه. بله که عین این دستبندش هم الان خدمتتون نشون دادیم. ملاحظه بکنید ببینید. بله خب یکی دیگه هم هست اینجا باز طاووسه. اینم خیلی قشنگه. اینم طاووسه. خب شما چیز اینو دارین؟ دستبند اینم دارین؟ بله اینم دستبندشو دارم. یخته همه چی قاطی شد پس اب نداره. ابی نداره. پی ای 23. اینم بریسلتش 23. بی آر 23 پی ای 23. اوکی پس گردنبند و طاووس رنگ سبز با نگین تقریبا سرخابی رنگ و آبی. آیتم شماره 23. اگر خواستین قیمت دستبند این 15 دلار. اینم 29 دلار. دستبند 29 دلار، گردنبند 15 دلار.
بسیار قشنگه. ملاحظه بکنید ببینید چقدر قشنگه. عجب سبز خوش رنگیه. خیلی زیباست. خیلی زیباست. واقعا سمیرا جان دوستان همه علاقه‌مند شدن به این دستبندا. من فکر می‌کنم تو هر خونه‌ای که بری که یه دونه از دستبندای تو دست تمام دوستان خواهد بود مطمئنا. خیلی خوب. بسیار عالی. خب اینم بذاریم اینجا. خیلی خوب، مثل که تلفن داریم. بفرمایید تلویزیون عصر امروز. سلام خانم، حالتون خوبه؟ متشکرم، مرسی. سلام. اون انگشترتون با اون کدوم یکی از این گردنبندا میخوره؟ یعنی طاووس رو میگین؟ بله طاووس. طاووس ست گردنبندش به این میاد بله، فکر کنم. بله با نشون بده انگشترشو. بله نشون بدین. اینم انگشترشه. بله به هم دیگه میاد. آیتمش PE 22 انگشتر شما. قشنگه. قشنگ میخواین بسیار زیباست. پایینش به صورت یک قلب آویزه، دورش همه نگینه، تمام روی این آویزش نگینه. ملاحظه بکنین بسیار قشنگ. اوکی. اینم آیتم 24 آخرین آیتم میمونه، درسته؟ برای گوشواره. بله. برای گوشواره آیتم شماره 24 آخرین آیتم. اینا ظریفن دیگه. این طلایی روش تمام نگینه. ببینید چقدر قشنگه، به صورت تقریبا حسیر ماننده. خیلی قشنگه، بسیار قشنگه. ببینید ملاحظه کنید، یعنی اصلا از این قشنگتر دیگه نمیشه. ببینید. بله بسیار قشنگه، بسیار زیباست، بسیار زیباست. خب حالا بپردازیم به دستبندا. باشه. بله کیمیا جان رفتیم تو دستبند. شما یه چیزی گذاشته بودین که براتون پخش بکنن، درسته؟ آره برام درست کردن برای این پنجشنبه. خب اینو بذاریم که یه بریک کوچولو باشه که بعد به دستبندا این بپردازیم. که فشن شو این ویدیو رو برام درست کرد. دوباره میگم لافاندا ویلشر 2501 ویلشر بولیوار لس آنجلس. حتما اگه تونستین بیاین، خوش میگذره. من نمیدونم خودم برنامه‌اش چیه ولی خودت اونجا هستی. خودم اونجا هستم. اوکی سمیرا خانم ما اونجا هستم. باشه میخواد برنامه رو بزن. اوکی ما یه بریک کوچولو بگیریم.